سلام ارفانم. امروز دوباره اومدم با یه آموزش جدید. توی کانال بله داشتم میگشتم به یک کانال عجیب غریب برخوردم. ربات آچارک یوتیوب، یعنی برای این که شما حق طبیعی خودتون رو داشته باشید، اینا از فرصت استفاده کردن و تونل کردن به یک ربات. 400 تومن ماهانه شما باید پول بدید به خاطر اینکه روزانه بتونید 30 تا ویدیو ببینید، اونم نهایتا با فرمت معقول 1 ساعت و نیم، یعنی 1 ساعت و 31 دقیقه باشه شما باید بدید با کیفیت شطرنجی ببینید. اصلا چرا ببینید؟ اصلا برای چی باید 400,000 تومن بدید؟ من اینجام تا تمام این مراحل رو با هم دیگه بریم، نه بلکه یوتیوب، سانکلاد و توییچ هم با این روش باز میشه با هر کیفیتی، مهمتر از همه روی نت ملی، بدون محدودیت های ویدیو 1 و 2 من و بدون ریکوست. شما میتونید هر ویدیویی که خواستید بکنید تو روز، هر چند تا که خواستید. خوشحال میشم همین الان اول ویدیو منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو بزنید و حتما برای من یه کامنت انگلیسی یا فارسی بذارید. تمام آموزش‌های من رایگان، تمام سعیمو دارم میکنم که بدون VPN پروژه رو لانچ بکنیم که شما فقط با نت ملی بتونید وارد یک فضای آزاد بشید. حمایت شما فقط با سابسکرایب کردن من باعث حمایت من میشه و باعث میشه که ویدیوهای جدید، ترفنده جدیدی رو براتون درست بکنم. مثل تمام پروژه ها و مثل همه ویدیوهام این زیر 2 تا از کانالامو میذارم، هم تو پیام رسان بله هم تو تلگرام. هیچ فرقی نمیکنه، با توجه به دسترسیتون حتما توشون جوین بشید، به خاطر اینکه پیش نیاز این پروژه و پیش نیاز پروژه قبل و اطلاع رسانی و همچنین آیدی من در این کانالا قرار داره. اگه به مشکلی احیانا خوردید میتونید توی پیوی هم من بپرسید. یکم در مورد این پروژه براتون صحبت بکنم. باید حتما ویدیو اول و دوم منو ببینید تا با روش این که چطوری به یوتیوب وصل بشید آشنا بشید، به خاطر اینکه این پروژه‌ای که امروز قراره بهتون آموزش بدم، شما لینک رو از یوتیوب برمی‌دارید و توی برنامه پیست می‌کنید و بعد با نت ملی شما میتونید پروژه رو دانلود بکنید. پس نیازه که یا توی گوگل اسم اون ویدیویی که دارید رو سرچ بکنید و از اون باکس توی سرچ گوگل لینک اون ویدیو رو بردارید و داخل این برنامه کنید، یا با روش اول دومم برید آموزشش رو ببینید. خیلی راحت، همه امکانات و همه چیزایی که باید دانلود بکنید به صورت ساده براتون تو کانالا قرار دادم. هیچ پیچیدگی نداره. خیلیاتون همین الان که اینجا دارید این ویدیو میبینید جوین شدید، اونجا میتونید وارد یوتیوب بشید، به جای اینکه تماشا کنید لینک ها رو بردارید و وارد این برنامه بشید و شروع کنید با نت ملی کردن. سرتون درد نیارم، بریم که پروژه رو شروع خب مثل همه پروژه هام این هم یه پروژه گیتابی هستش. تو این پروژه با دیپلویمنت آیدی و گوگل اسکریپت اینا کاری نداریم. این پروژه تونل کردن گیتابه. گیتاب هم سایتیه که واید شده تو هر اپراتوری که هستید. من الان تمام پروژه‌ای که براتون گرفتم با مودم خونگی و مخابرات بوده. شما با هر اپراتوری میتونید گیتاب رو باز بکنید، لیستش واید شده. پس تا اینجا کار هیچ مشکلی ندارید. قراره از طریق تونل کردن گیتاب ویدیوهای یوتیوبی رو دانلود بکنید. ساین این کردن و لاگین کردن در سایت گیتاب. اگه کارتون برنامه نویسی و این رشته نیستش، به احتمال 99% شما از قبل روی این سایت عضو نیستید، باید اکانت بسازید. اکانت ساختنش هم کاری نداره. بالا گوشه دست راست یه قسمت ساین این داره، یه قسمت ساین آپ داره، اونو میزنیم میرسیم به صفحه ثبت نام. اینجا اگه شما در حد 5 مگابایت VPN دارید که کارتون راحته. کانتینیو ویت گوگل رو میزنید و ثبت نام با جیمیل انجام میشه و بعدش میتونید VPN رو خاموش بکنید. ولی اگه رو نت ملی هستید، دسترسی به VPN ندارید، باز راه در رو براتون گذاشتم. میتونید برید توی گوگل و یک ایمیل ایرانی رو سرچ بکنید و از دامنه اون استفاده بکنید. حتما توجه بکنید که این سایت پروژه گیتهاب توی کانالام گذاشتم. میتونید برید از اونجا، جزء پیش نیازه این پروژه است، کپی کنید و توی مرورگرتون پیست کنید. و اینم حواستون باشه که این پروژه
تماما با گوشی میشه انجام داد و من صرفا با کامپیوتر دارم الان انجام میدم به خاطر اینکه رکورد آسان‌تر، صفحه بزرگتره، ولی شما با هر گوشی چه iOS چه اندروید میتونید این مراحل رو برید. هیچ کار عجیب غریبی هم نمیخواد. این مراحل رو یه بار میدید و بعدش یه کار آسونه. توی گوگل من سرچ کردم، حالا یک دامنه رو پیدا کردم که ایمیل ایرانی میده. اینم لینکش رو میذارم جز پیش نیازا تو کانال ها، ولی خب خودتونم میتونید سرچ کنید یه ایمیلی رو پیدا بکنید. ولی خب من اینو تست کردم دیدم گیت هاب این ایمیل رو معتبر میدونه و میتونید باهاش ثبت نام رو انجام بدید. اینجا دامنش mail.ir به جای gmail.com این هست. یعنی عمرم وارد اینجا نشده بودم که الان وارد شدم و اینجا ثبت نام کردم. خیلی خب شما ثبت نام میکنید، بهتون یه ایمیل میده، اینو کپی میکنید، وارد گیت هاب میشید، ایمیلتون رو وارد میکنید، ایمیلی که ساختید رمز رو میذارید، یوزرنیم هم یه چیزی میذارید، ریجن رو بذارید ایران، فرق نمیکنه، این تیک هم نزنید، کریت اکانت رو میزنید. اینجا باز یه تیکه از بدبختیامون میخوره به صورتمون. احتمالاً سایت کپچا رو به نت ملی لود نمیکنه و ما اون قسمت احراز هویت، این که پازل حل بکنیم و اینجا نمیاره. بعد این باکس اون پازل باشه که ما بتونیم حلش بکنیم و بریم. و اینجا بدبختی ما اینجاست که باید مثل یک آدم کور با همون رفتار بشه و از طریق آدیو پازل وریفای بکنیم. آدیو پازل رو میزنیم، درخواستش چیه؟ میگه تو کدام از این صداهایی که پخش میشه 3 تا قدم پا شنیده میشه. حالا مثلا من به عنوان مثال میزنم Option 1. Option 2. Option 3. خب آپشن 2 3 تا بود. 2 میزنیم، سابمیت میکنیم. خیلی خب 8 بار دیگه باید این کارو بکنیم. یعنی 8 بار دیگه یه وایس پخش میشه بعد این کدوم آپشنه. اینو دیگه میسپارم به خودتون، تاش ثبت نام میکنید و وارد گیت هاب میشید. حالا من اکانت از قبل داشتم، اینجا ساین این میکنم. خیلی خوب ساین این شدم، پروفایلم دست راست بالا هستش. شما هم ثبت نام بکنید با همین مواجه میشی با آیدی خودتون. میریم سراغ مرحله اول، فورک کردن پروژه. یعنی این پروژه رو اد بکنی به پروفایلتون که این باکس بالا 3 تا گزینه هست، وسطی فورک هست، روش کلیک میکنیم. اسم هرچی میخوای میتونین بذاری. من همین سند باکس که خود اسم پروژه هست رو میذارم باشه. کریت فورک رو میزنم، یکم طول میکشه تا لود بشه. خیلی خوب این پروژه وارد پروفایلمون شد. میبینید که گزینه فورک غیر فعال، یعنی اینکه وارد پروفایلمون شد. خب میریم اینجا مرحله دوم، قسمت سربرگ بالا سیتینگ رو میزنیم. از این سمت چپ دکمه اکشن رو میزنیم، جنرال رو میزنیم، اسکرول میکنیم به پایین ترین قسمت. اینجا 2 گزینه رو میبینیم. گزینه اول رو تیکش رو روشن میکنیم، یعنی از دوم میایم رو اول تیکش رو روشن میکنیم. read and write permissions، سیو رو میزنیم. خب میریم مرحله سوم، میایم بالا اکشن رو پیدا میکنیم، میزنیم روش. این باکس سبزنگ رو میزنیم تا رباتمون فعال بشه. خب تا اینجا رباتمون فعال شد. حالا میریم مرحله 4. حالا مرحله 4 مرحله هست که انتخابیه، یعنی میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید. مزیتش چیه؟ اگه
یک ویدیو یوتیوبی رنج سنی داشتش دانلود نمیشه یا اگه API قطع بشه دانلود نمیشه. با مرحله 4 این اتفاق رو دور میزنیم. ممکنه کل ویدیوهایی که شما دانلود میکنید استفاده میکنید اصلا بهش بر نخورید، ولی ممکنه یه ویدیویی باشه که رنج سنی روش اپلای باشه یا API اون زمان قطع شده باشه. این خودش سویچ با اتفاقاتی که با مراحل 4 که انجام میدیم خود ربات سویچ میکنه و از پلن دوم استفاده میکنه و اونو دور میزنه. من برای اینکه آموزش کامل تر بشه مرحله 4 هم بهتون آموزش میدم، ولی باز میگم اگه دیدید سخت وصل شدن به گوگل و اینا این مرحله رو میتونید گذر بکنید. پس بریم مرحله 4 رو با هم دیگه ببینیم که باید چه کار کرد. یه نیو تب باز میکنیم، همون پروژه‌ای که من توی کانال قرار دادم، همون صفحه اصلی و اینجا دوباره واردش میشیم. میایم مرحله 4 که اینجا خودش گفته باید یه افزونه رو دانلود بکنیم برای کروم. من دارم با کروم کار میکنم پس برای کروم دانلود میکنم. این افزونه میاد کوکی های یوتیوب رو ورد میداره، میاد براتون ذخیره میکنه توی ربات که اگه اون اتفاقاتی که تو مرحله 4 میافته انجام بشه بتونه از پلن دوم استفاده بکنه. روش کلیک میکنم، کنترل رو میگیرم، روش کلیک میکنم که نیو تب بشه. خب میرسیم به اینجا که باید اد بکنه توی اکستنشنمون، ولی دکمه ادش بسته است. چرا؟ به خاطر اینکه سرویس های گوگل وایت نیستن و شما از طریق نت ملی نمیتونید برید. خب پس باید چه کار کرد؟ توی ویدیو اول و دوم من بهتون توضیح دادم یه کانفینگیه که توی کانالم هست، هم تلگرام هم بله، ولی توی بله یادمه که اسکرول کنید به اولین پیام، پنجمین پیام اون لینک طولانیه که حالا گوشه صفحه هم براتون میذارم. یه لینک طولانیه که اونو کپی میکنید و میایین توی ویتوره‌تون پیست میکنید. من ویتوره رو باز میکنم. هر دفعه من توی همه ویدیوهام میگم، چون خیلی ها ممکنه به این مشکل بر بخورن، هر دفعه خواستی ویتوره یا چه تو پروژه من چه خودت میخوای باز بکنی ران از ادمینستریتور باز بکنید تا کل سیستمتون تونل بشه. اگه نکنید پینگ نمیده، بعد هی باید بچرخید ببینید مشکل از کجا بوده. پس من ران از ادمینستریتور رو میزنم. خیلی خوب، اینجا همون کانفیگی که بهتون توضیح دادم تو کانالم هست رو پیدا میکنیم، حالا کپی میکنیم اینجا پیست میکنیم، با کنترل وی پیست میشه. خب من از قبل پیست کرده بودم روی ویتوره هم بوده، میام اینو ست میکنم. حتما یادتون باشه این گزینه، این باکس حتما رو ست سیستم پراکسی باشه. اگه روی بقیه گزینه ها باشه اصلا تونل نمیشه، به هیچ فایده نداره. به پینگش هم توجه نکنید، یه بار اینجا -1 میزنه، یه بار اینجا الان زده 530 پینگ داره. کاری به این چیزا نداره، این کارش رو انجام میده. هر روز من امتحان میکنم و جواب میده. خیلی خب ست کردیم، میریم توی کروممون دوباره یه رفرش میکنیم، میبینیم که گزینه‌اش فعال شد، به خاطر اینکه از کانفیگ بازکننده سرویس های گوگل استفاده کردیم. اد رو میزنیم، اد اکستنشن رو میزنیم. خیلی خوب، اکستنشن اضافه شد. از این نوار میتونید بیاین پینش بکنید که الان کارش داریم. خیلی خوب، میریم ویتوره رو میبندیم، از تکس بار پایین اکسیت رو میزنیم و خارج میشیم. تموم شد و رفت. دیگه ما کاری به این کانفیگ نداریم. خب حالا تو این مرحله باید بریم توی یوتیوبمون. باز بهتون میگم آموزش‌های ویدیو اول و دومم ورود به یوتیوب. این مرحله صرفا ویدیو اولمو ببینید میدونید چطوری من الان میخوام وارد بشم، یعنی آموزشش هست، اونجا رو برید ببینید و وارد بشید. خیلی خب، میریم مستر رو باز میکنیم، cmd رو میزنیم، python main.py. بچه‌ای که ویدیو اولمون دیدن میدونن دارم چه کار میکنم. ندیدی حتما باید ببینید، چون اصلا این مرحله نیاز داره که شما روش مستر HTTP رو روش انجام بدید. اینتر رو میزنم، روی کانفیگی که خودمون ساختیم توی ویدیو اول میزنم، ستش میکنم. میبینیم که لوگ انداخت، پینگ هم 357 بین 381 متغیره. میرم یوتیوب رو باز میکنم. خب یوتیوب هم باز شد.
حالا از این اکستنشنه که دانلود کردیم استفاده میکنم. اینجا اکسپورت از رو میزنیم. من مسیریابی میدم روی دسکتاپم، دست به بقیه چیزا نمیزنیم. اسمش هم بذار هر چرت و پرتی که هست باشه. سیو رو میزنیم، سیو میشه، تموم شده رفت. اینجا میتونید اینو دیگه پاک کنید، دیگه مهم نیست. ریموو رو میزنید، میتونید بذارید باشه، میتونید پاک کنید. یه اسکرول هم میکنم، حالا میگم چرا اسکرول کردم. خیلی این ویتوریمون رو میبندیم، CMD رو میبندیم. کارمون با ویتوری و CMD تموم شد. میایم توی پروژمون، میایم این سرورگ بالا سیتینگ رو انتخاب میکنیم. از سمت چپ میایم قسمت سیکرت روش کلیک میکنیم، اکشن رو میزنیم. اینجا کادر سبز رو روش کلیک میکنیم. نیم و همین چیزی که من میزنم و شما بزنید دیگه. اینو تو کانال نمیذارم، از همینجا ویدیو استوب بکنید، با حروف بزرگ وسطش یه آندرلاین، با همین فرمت اسم و اینو انتخاب کنید. قسمت سیکرت چی رو میذاریم؟ همین چیزی که با اکستنشن دانلود کردیم روی صفحه به صورت نوتپد هست. اینو باز میکنیم، کنترل A برای سلکت آل کردن، کنترل C برای کپی کردن. یه کاری به این نداریم، میتونید بعدش پاک کنید. میریم توی سیکرت، کنترل V برای پیست کردن. اد سیکرت رو میزنیم، میبینیم فایلش بر ما ایجاد شد، تموم شد و رفت. مرحله 4 اینجا تموم میشه. بریم سراغ مرحله 5. مرحله 5 وارد اکشنمون میشیم از این سربرگ. الان رباتمون همه چیش اوکیه، کامل همه چی ست شد. میریم سراغ دانلود کردن. اینجا تو این سربرگ اولین گزینه که 0.00 DL رو روش کلیک میکنیم. خب اینجا ران ورک فلو میزنیم. میایم یوتیوب. حالا فهمیدید برای چی اسکرول کردم؟ که اینا باز بشه. شما برای اینکه ویدیویی که دوست دارید رو باید اول باز بشه دیگه، یعنی صفحش باز بشه از اون روش که توی ویدیو اولم گفتم، یا اینکه روش دوم که با گوشی هست. میتونید وارد بشید، لینک ها رو وردارید، جمع بکنید، وارد برنامه کنید که شروع به دانلود کردن باشه. حالا من یه دونی که حجمش کمه رو انتخاب میکنم. خب اینو انتخاب میکنم چون حالا تایمش کمه، حجمش کمتره برای دانلود کردن. این یه آموزشه. کپی لینک رو میزنم، میتونم روش کنترل بزنم وارد بشم، از اینجا کپی بکنم، یا میتونم از همینجا کلیک راست رو بزنم کپی لینک آدرس رو بزنم، فرقی نمیکنه. این الان به خاطر اینکه وصل نیستم به اون مسیج CP باز نمیکنه. خب از همینجا کپی لینک رو میزنم، میام سراغ پروژه. اینجا لینک کنترل V میزنم. این قسمت فرمت رو انتخاب میکنم 480 720 360 فقط صدا و بهترین حالت. یعنی مثلا ویدیو اگه 4K باشه این 4K دانلود میکنه، یا 1080 باشه 1080 رو انتخاب کنه، بهترین کیفیتی که آپلود شده. من برای اینکه وقتمونم تو کردن گرفته نشه همین 480 رو میزنم. اینجا نگاه کنید یه گزینه کوچکتر از 95 زده. این یعنی چی؟ اینطوری عمل میکنه که اگه یک ویدیویی 2 گیگ باشه این فقط 95 مگابایت میتونه بکنه. خب چه کارش میکنه؟ یه ویدیو 2 گیگی داریم با کیفیت بالا، اصلا بالاتر از 2 گیگ، این تبدیلش میکنه به 10-15 تا فایل زیپ، پارت میکنه. پارت 1 95 مگابایت، پارت 2 انقدر اینو پارت میکنه تا اون 2 گیگ پر بشه. بعد شما همه پارت ها رو شروع میکنید به دانلود کردن. پارت 1 پارت 2 پارت 3 به صورت زیپ میشه. داخل پارت 1 میرید، درگ اند دراپ میکنید، میکشید بیرون، شروع میکنه از پارت 1 که خارج کشیدید روم پوشتون شروع میکنه یکی یکی همه پارت ها رو با همدیگه خارج میکنه و در انتها یک فایل ویدیو واحد بهتون میده، یه فایل 2 گیگی. ولی توی قسمت دانلودش فقط 95 توی 15 تا مثلا
فایل زیپ میده. این برای اونه. پس در نهایتش فرق نمیکنه، فقط این برای راحتی کار خودش پارتیشن بندیش میکنه. احتمالا این ویدیویی که حجمش کمه زیر 95 مگابایت باشه و احتیاج نداشته باشه که زیپش بکنه، ولی حالا اگه زیپ بود اونو میبینید. اگه زیپ نباشه کمتر از 95 مگابایت باشه یه فایل واحد میده، همونو میکنه. باکس آخر جینگولک بازی خودشه، میتونید پسورد بذارید اون فایل های زیپی که براتون 10 تا مثلا فایل زیپ درست میکنه، میتونید پسورد بذارید. خب چه کاری هستن مثلا برای چی اینو گذاشتم نمیدونم، ولی ران ورک فلو میزنیم، لینکمون هم که گذاشتیم تموم شد و رفت. روش کلیک میکنیم. خب اینجا شروع میکنه به کردن، یعنی این پروژه خودش از طریق تونلی که گیت هاب داره شروع میکنه دانلود کردن و بعد ما میتونیم این فایل رو بر خودمون کنیم. حالا صبر میکنیم تا دانلود شروع بشه، تموم شد ادامه رو با هم دیگه پیش میبریم. خب شد 41 ثانیه هم طول کشید. حالا برای این که این فایل رو بگیریم میریم سربرگ بالا کد رو میزنیم تو این پروژمون هیدن ویلیج، روش کلیک میکنیم. خیلی خوب، این اسم پروژمون هست mp کرده. از این گزینه 3 نقطه روش کلیک میکنیم. وقتی که زدیم اگه دانلود منیجر داشته باشید اینجا گزینش میاد، روش کلیک میکنیم. فایلمون آماده با نت ملی هستش. میبینید که ما اصلا به اینترنت بین الملل وصل نشدیم. و دانلود منیجر رو داشته باشید، یا اینطوری میشه یعنی ارجاعتون میده به دانلود منیجر، یا از این طریق میتونید این بالا شروع کنید شدم. یعنی الان یه دسترسی بهش شدم، شروع نوت کردم و سریع هم شد. یعنی سرعت رو دیدید با نت ملی با اینترنت مخابرات. گوشه رو باز میکنیم، درگ میکنیم روی صفحه، این هم دیگه کنسل میکنیم دیگه، حالا از اون روش استفاده کردیم. پلی رو میزنیم. میبینیم که ویدیو شد، اون لینکی که انتخاب کرده بودیم و به برنامه داده شد. امیدوارم شما هم من حمایت کنید که اگه این کار نکنید مجبور میشم برم این ولاگو براتون بگیرم و کارهای دیگه بکنم برای ویو گرفتم. خیلی خوب، این از این. حالا اگه حجم بالاتر بود که گفتم دیگه پارتیشن بندی میکنه و یکی یکی پارتیشن ها دانلود میکنه. یه سری نکته هستش، من دوباره برمیگردم به فایل DL و فایل پروژمون. ما کنیم ما میریم توی DL، این چیزایی که قبلا کردم و حالا این سرویس 5 گیگابایت جا داره، یعنی شما شروع میکنید کردن همیشه روی این پروژهتون هستش بعد کردن، یعنی وارد گیت هابتون شده ولی گنجایشش 5 گیگ کرد. پس برای اینکه گنجایشتون پر نشه و دوباره بتونید کنید بهتره که وقتی کردید روی سیستمتون فایل رو از توی پروفایلتون پاک کنید. مثلا همین هیدن ویلیج کردم، روش کلیک میکنم، اینجا که گزینه داشت رو میکنم تموم میشه، اینجا دیلیت فایل رو میزنم. حجمش هم 42 مگابایت بود. این الان پاک شد. وقتی به فایل دیلمون میرم دیگه ندارم و 42 مگابایت از 5 گیگابایت من استفاده شده بود و الان پاکشم. دوباره میتونم یه چیزی رو اندازه 5 گیگابایت بکنم، دوباره رو سیستم بریزم اینجا پاک کنم و تا ابد این اتفاق میافته. پس شما یه حجم نامحدودی میتونید فقط شروع کنید دانلود کردن، محدودیت هم نده، نه مثل روش اول و دوم ریکوست ازتون میگیره، نه دنگ و فنگی داره، نه برنامه نویسی داره. پیشنهاد من چیه؟ شما روش ویدیو اولمو و ویدیو دوممو اجرا بکنید روی گوشیتون و روی کامپیوترتون، با اون وارد تلگرام بشید، ریکوستتون بذارید برای تلگرام، پیام به دوستاتون بدید، از تلگرام چیزی دانلود بکنید، آپلود بکنید. برای هم صرفا صفحه تو با اون روش رو باز بکنید و دیگه تماشا نکنید.
پاشو بردارید بریزید تو این پروژه و این ترک نامحدوده استفاده کنید که ریکوستتون با اون روش ها تموم نشه. اکشن هم دوباره بزنیم، یا میتونیم اینو دوباره پاک کنیم، همین چیزی که باش قبلی نوت کردیم، یا میتونیم دوباره 0.0 DL رو بزنیم، یه دونه ران دیگه بزنیم و شروع کنیم یه ویدیو دیگر رو با یه لینک دیگه بزنیم و شروع کنیم به دانلود کردن رو همون مراحل. تصفیه شد، یک بار برای همیشه ستش کردیم. از این به بعد برای استفادهش اینجا رو بوکمارک میکنیم. من قبلا بوکمارک کردم. بوکمارک میکنیم، هر دفعه که خواستیم دانلود بکنیم، چه حالا از طریق گوشی چه از طریق سیستمتون، شما میتونید اینو رو سیستم اجراش بکنید، اون تنظیمات اولیه که با هم رفتیم رو انجام بدید. بعدش دیگه وارد گوشیتون میشه، از اونجا شروع کنید دانلود کردن. بوکمارکش میکنید، هر دفعه که لینک داشتین میاد اینجا دوباره اکشن رو میزنید و 0.0 DL رو میزنید و با بقیه چیزایی که بهتون توضیح دادم. این آموزش هم تموم شد. یادتون باز نره که منو سابسکرایب کنید. اگه حمایت شما نباشه دلیلی نداره که من با این سختی ویدیو آپلود بکنم تو یوتیوب و اصلا ادامه بدم. پس کمک شما، معرفی من به دوستانتون باعث میشه که امثال این کسایی که توی بله 30K فالوور دارن و توی بله دارن روش رایگان و 400,000 تومان میفروشن دولان ندن و روش من همه‌گیرتر بشه. به زودی دوباره با یه آموزش دیگه میبینمتون. پس تا ویدیو بعدی، بدرود.